برادران به همه سلام بهاری. گرچنده که در مال بهار دورتر ای، اخیرای اپریل انتظار میشیم، بعد بوی بهار میرسه. به هر حال بعضی جاها چله که میگن مینرخک، هر دهات میگن مینرخک، بعضی جاها همین خیلی تیزتر سیاه میشوند. بوی بهار در بعضی جاها میرسه. مقصد که در جاهای خودمون میگم دیدی که در ما در نزدیک خونه 50-60 سانتی متر برف ای. دیگه امروز پایانتر میفروی، جایی که کمتر افتاب روی میگن سینه افتاب، هم خیلی سیاه های. دیدی هم خیلی گذشتیم یک تماشا کرده، گفتیم یک جبور کردیم برای شناندن نهال. اینجا سیاه های، اون طرف ده زمستان تا بهار به خونه را میرسه که اینجا یگان جبور کنیم برای نهال شناندن بسیار خوب میشه. نهال سفید را شنانده بودیم سال گذشته، ادامه هم باید امسال هم بشنونیم، خوب میشه. گذشتیم که دیدیم رو، گرچنده که ولی هم نه و بیدار شدگی مخککی خوردش میشه، بسیار شیرین، بسیار با مزه. وقتی که اول یکم بار میچشیش به حد در نظر شیرین میشه، وقتی که بسیار میشه بعد میگویی که در کار نیست، نمیخورد. یکی ما را دایم میخورد. همجا اومدیم گفتیم یک تا بکنیم یا جواب کنیم باشوش خلای بهاری رو برادر همین خیلی میشناسی. انا اگر که نشناسیش همین چوه میبینی، چوی رو هم خیلی قریب یا یوغان ای، هم خیلی ریختگی رنگی خرشید فریب کردیم کو هر کوهوی بلند وخیان هم درا نوار خرشید وخیو قطی فریبش کردیم، تا رو یوغانش دادیم خورد. یوغان مزش دیگر ای. انا برای رو شناختن انا هم خیلی در کار. انا اینا میگن رو، این روشک نیست برادرها، روشک بوی بیزیب میکنه، روشک بوی بیزیب میکنه. انا این رو ای، همین خیلی میبرویه میشناسیش. این چوش هم همین خیلی ای رنگی یوغان ای، یکی همین علفاش که باشن میشناسیش. از بی خمیره میکنیم میبینیم چه خیلی محکک داره. اگه باید است کنده، باید است نوار گرفتن، با فکرم یکم خینتر ای. شما دم گیرید ما بکنیم میگره. برادرها متاسفانه حسابون درست نشد، زدیم مایده چیدش کیم پری خوکای پری با غلطی رفت. خیلی این رو روی خوکم گریب خری فایده میکنی. نیکن هم نره رو بدگی همی، اگر میمونده میشی نره رو میشید. خیلی نمونده میشه. یک تیدگر شب کنیم که این رو مایده چیده کردیم، این قدر کندیم این رو نمی پرتویم، این رو میخریم حتما. پری خوک اینه که خوک وطن برادر داروی، همین خوکش هم داروی، خوکش هم بخری راحت میکنی. انا برادر کندیم یک تا، باز میبینیم در درونش داروی کنی، همین رو جدو میکنیم خیل. و فیلم با نظر رسیده. انا همین رو میگن رو، خیلی بوز بلش دسته. بخواه کرچه تا دیدی زنده باشی. انا جورا اینا همین خیلی میبریم ای همیجاش کریم خوکی هم در ویخش خواه ای. گرفتیمش نمیفورد که کمترشم باشه. ای دست برای آورم تازه گرفتنش دکر. اینا برادرها سرشوی رو همین خیلی اینا گردش پشمک داره. این رو یا تازه کردن دکر نیست. یک برادر آمده بود ماهای آگوست با فکرم، رفتیم خطیش روی نو برامدگی رنگی که بهار میبروید ماهای مرد هم خیلی رو یفتیم خطیش خوردیم. برادر مرحمت کنی بیایی انشاءالله که یک خاطره خوبی به خود میبره. زنده باشید، در امان الله باشید. تا بازدید. همین ساله یک دونه